در این ویدیو می‌خوایم تاریخچه مسابقات مردان آهنین از ابتدا تا آخرین دوره، یعنی از سال 1377 تا همین امسال 1403 رو با همدیگه مرور کنیم و قهرمانان هر سال رو بهتون معرفی کنیم. پس با کانال تاپ 10 OM همراه باشین و اون انگشت نازنینتون رو روی لایک و سابسکرایب و زنگوله بزنید. ایده اولیه این برنامه توسط امید محمدیان امیری، رئیس سابق کنفدراسیون قوی ترین مردان آسیا مطرح شد و اولین دوره این مسابقات به اسم قوی ترین مردان ایران در سال 1377 برگزار شد. مسابقاتی که هر هفته و در 26 هفته در شبکه سوم پخش شد و با قهرمانی مهراب فاطمی به اتمام رسید. پس از اختلافاتی که میان امید محمدیان و مدیران ورزشی شبکه سوم به وجود اومد، اسم این برنامه از سال 1380 به مردان آهنین تغییر کرد. همچنین برخلاف رویه اولیه دوره این مسابقات، پخش مسابقات مردان آهنین از سال 80 در ایام نوروز و به صورت متمرکز انجام شد. حالا بریم سراغ معرفی قهرمانان هر دوره. مهراب فاطمی قهرمان اولین دوره مسابقات قوی ترین مردان ایران در سال 1377 شد. این دوره مسابقات در تهران برگزار شد. حمید سلطان نایب قهرمان و مهدی میرداوودی مقام سوم رو به دست آورد. باز هم مهراب فاطمی برای بار دوم قهرمان دومین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره از مسابقات در سال 1380 در شهر بروجرد برگزار گردید. مجتبی ملکی نایب قهرمان و مجید طلخابی به مقام سوم دست پیدا کرد. رضا قرایی قهرمان سومین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات در سال 1383 در تهران برگزار شد. مجتبی ملکی برای دومین بار نایب قهرمان و روح الله داداشی سوم شد. مهراب فاطمی برای سومین بار قهرمان چهارمین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات در سال 1384 در جزیره کیش برگزار شد که مجتبی ملکی هم برای بار سوم نایب قهرمان این دوره شد و حسین فاطمی به مقام سوم رسید. و اما مهراب فاطمی برای چهارمین بار قهرمان پنجمین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات در سال 1385 در شهر بندرعباس برگزار شد. علی اسماعیلی نایب قهرمان و حسین فاطمی به مقام سوم رسید. رضا قرایی برای دومین بار قهرمان ششمین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات در سال 1386 در شهر بم برگزار گردید. فرزاد موسیخانی نایب قهرمان شد و علی اسماعیلی به مقام سوم بسنده کرد. رضا قرایی برای سومین بار قهرمان هفتمین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات سال 1387 در شهر چابهار برگزار شد. حسن عبادی نایب قهرمان شد و روح الله داداشی برای بار دوم به مقام سوم رسید. روح الله داداشی قهرمان هشتمین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره از مسابقات در سال 1388 در شهر بم برگزار گردید. مسلم داراوی نایب قهرمان شد و علی اسماعیلی برای دومین بار سوم شد.
روح‌الله داداشی برای دومین بار پیاپی قهرمان نهمین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات در سال 1389 در تهران برگزار شد. مسلم دارابی برای بار دوم نایب قهرمان و مهرداد باجلان به مقام سوم رسید. این آخرین آیتم روح‌الله داداشی بود که برگزار کرد و متاسفانه در 27 تیر 1390 در سن 29 سالگی در یک نزاع خیابانی جونش را از دست داد. روحش شاد و یادش گرامی باد. مسلم دارابی قهرمان دهمین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات در سال 1390 در جزیره قشم برگزار شد. علی اسماعیلی برای بار سوم نایب قهرمانی را به دست آورد و کمال شریفی به مقام سوم رسید. مسلم دارابی برای دومین بار قهرمان 11مین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات سال 1391 در جزیره کیش برگزار گردید. نعمت جلالی نایب قهرمان شد و حامد حق‌زاده به مقام سوم رسید. محمد عزتپور قهرمان 12مین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره از مسابقات بعد از 6 سال تأخیر در سال 1397 در تهران برگزار شد و پیمان ماهری پور نایب قهرمان شد و محسن آبادی به مقام سوم رسید. رضا قیتاسی قهرمان 13مین دوره مسابقات مردان آهنین شد. این دوره مسابقات در سال 1403 در جزیره کیش و پس از 6 سال وقفه مجدد برگزار شد. علی اکبر جعفری نایب قهرمان و علی فاضلی به مقام سوم رسید. دوستان گلم ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و نظراتتون رو برام کامنت کنید. ممنون و سپاسگزارم.